سلام بینندگان عزیز، آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی تقدیم شما میکنیم. امروز 8 مارس است و در این نشر برنامه همراه سر این چند موضوع صحبت میکنیم. در جنگ اوکراین تعداد قربانیان در بین غیر نظامیان می‌افزاید. ساکنان از بی‌پروایی به سرنوشت آنها شکایت میکنند. آنها کودکان را میکشند، آنها همه را کشته ایستادند، آنها پروای کسی ندارند. یک جوان 29 ساله تاجیک در صف نیروهای روسیه در اوکراین می‌جنگد. ادامه یافتن جنگ والدانش را در تاجیکستان نگران کرده است. مادر چی میخواه که تیز فرزندش در پیشش باشه و دیگه یگان جا نروه. و داستان یک زن 107 ساله تاجیک که در روز 8 مارس هم روز مادر و هم زادروزش را جشن میگیرد. مادر که خانواده را پدرتم بود، تری کارخواز کار که میکرد، تری مولا با توپش میبود و رونش. سازمان ملل متحد گفت که تعداد مردمی که از جنگ روسیه در اوکراین می‌گریزند به 2 میلیون نفر رسیده است. در این باره رئیس کمیسریت سازمان ملل متحد فیلیپو گراندی بعد بازدید از مولداوا، لهستان و رومانیا معلومات داد. این کشورها میزبانان اساسی پناهجویان اوکراینی هستند. جنگ در اوکراین 13 روز است ادامه دارد و یک روز آن را همکارم کیومر سیاتو تصویر می‌کند. اینجا شهری نیکولایف است. خانه های ساکنان آسایشته به کام آتش رفت. نوار روز 7 مارس در جنوب اوکراین ثبت شده است. خانه ها در نتیجه حمله های روسیه به این حال افتادند. یک روز پیش از این خبرنگاران آزادی از خانه های ویران شده ساکنان کراماتورسک دیدن کردند. این شهر 150,000 ساکن دارد و در شرق اوکراین جایگیر است. ما با چشمان خود 4 جسد را دیدیم. 2 نفر جوانانی از 18 تا 20 ساله بودند، یک کودکی تا 10 ساله و یک زن. همه آنها کشته شدند. زن زنده بود و با امید نجات او را با ماشین بردند. پرسیدن میخواهید که چی طور آنها ما را میکشند یا چرا ما نمیتوانیم با کودکان از اینجا بیرون رویم؟ آنها کودکان را میکشند، آنها همه را کشته ایستادند، آنها پروای کسی ندارند. این نوار از روز 5 مارس است. اینجا شهر زاپاروژیه در اوکراین است. ساکنان برای حمله نظامیان روس آمادگی میگیرند. مردم در خلطه ها ریگ پر میکنند. در دوام 5 روز اینجا 3500 نفر جمع آمدند. آنها برای کمک آمدند. آنها از هر گوشه شهر پیاده آمدند. چنین آمادگی ها در شهر ادسا هم دیده می شود. اختیاریان میگویند که خلطه های ریگ برای انشاءات نظامی و بیمارخانه ها فرستاده می شوند. بنا به گزارش‌های رسیده در جنگ اوکراین در بین نظامیان روس تاجیکانی هم هستند که شهروندی روسیه را دارند و تا رفت سخت‌تر شدن جنگ والدان آنها را در کشور نگران کرده است. همکاران ما با نزدیکان یکی از این سربازان تاجیک در جنگ اوکراین صحبت کردند. این جوان 29 ساله که از شهر دوشنبه است در صف نیروهای روسیه خدمت می‌کند. تفصیلات در گزارش نگاره فضل‌الدین. این حوالی 4 روز باز ماتمخانه بود. با والدین خورسان مراد محمودوف خبر دادند که او در جنگ اوکراین کشته شده است. محمودوف 9 سال باز در صف ارتش روسیه خدمت می کند. شریف ما ایسای و با شنیدن خبر مرگ فرزند خور و خواب را گم کرد. سر در خبرهای بردروغ بسیار غمگین مون کرد. نه خوشبختانه خبر رسید که سوزای تینجای وضع سلامتیش هم نغزای همه تینج میشه و ما باوری دارم همچون مادر که بچم ساخت رفته سلامت برمیگرده. با گفته نزدیکانش خورسان مراد محمودوی 29 ساله سال 2013 در ارتش روسیه خدمت کرد و تا این دم شرطنامه‌ای وظیفه‌اش را ادامه می‌دهد. او پیشتر در دیویزیای 201 روسیه در دوشنبه کار میکرد و بعداً به شهر سمر انتقال یافته است.
روز 21 فوریه خورسندمراد محمودов در هیئت نیروهای روسیه به مرز اوکراین رفت. 4 روز بعد رفتن آنها روسیه به اوکراین حمله کرد و جنگ تا حال دوام دارد. اگرچه خبر مرگ خورسندمراد محمودов رد شد، ولی خطر همچنان باقی است. به این خاطر این زن برای هر چه زودتر ختم شدن درگیری و بازگشت پسرش به خانه دعا میکند. مادر چی میخواه که تست فرزندش در پیشش باشه و دیگه یگون جا نروه. فقط ما همیشه میخوام که یک بار دیگه دیدار فرزندم ببینم، در آغوشم بگیرمش. خورسندمراد محمودов یگانه جوان تاجیک نیست که در هیئت نیروهای روسیه در اوکراین می جنگد. تا این دم مرگ حداقل 2 تاجیک در جنگ اوکراین تصدیق شده است. تعداد عمومی تاجیکانی که از جانب روسیه در اوکراین می جنگند معلوم نیست. میان تاجیکستان و روسیه نظام دو شهروندی عمل می کند و به این خاطر دهها جوان تاجیک شهروندی روسیه را قبول کرده در ارتش آن کشور خدمت می کنند. برنامه رو پی میگیریم. در تاجیکستان محدودیت‌های وابسته به کرونا ویروس از بین برداشته شد. مقامات گفتند مردم می‌توانند از این به بعد جشن‌های عروسی و دیگر مراسم‌ها را مثل پیش برگزار کنند. سال گذشته در اوج خروج بیماری کووید 19 مقامات محدودیت‌های زیاد جاری کردند. حضور زیاد مردم در جشن‌ها منع بود و استفاده نقاب در جای‌های جمعیتی حتمی. در این میان باز شدن مرز تاجیکستان و ازبکستان برای حرکت بسیاری‌ها را خرسند کرده است. مولا رجب یوسفی در این باره تفصیلات بیشتر دارد. بر اساس قرار ستاد جمهوری مقابله با کووید 19 از روز 15 مارس امسال گذرگاه‌های مرزی با ازبکستان بر رجای عادی گذرانده شد. در خبرنامه ستاد آمده است که اکنون قاعده‌های ورود از ازبکستان به تاجیکستان سبکتر شدند. از جمله اکنون شهروندان تاجیکستان و هم خارجیان می توانند با داشتن گواهنامه درباره پررعم شدن ضد کرونا ویروس بدون سپردن تشخیص نو وارد تاجیکستان شوند. پیشتر شهروندان وظیفه‌دار بودند که هنگام ورود به تاجیکستان طریق گذرگاه‌های مرزی از نو تشخیص گرفتار نبودن به کووید 19 را بسپارند. سبکی دیگر این است که شهروندان می توانند با داشتن معلوماتنامه تشخیص منفی کووید 19 وارد تاجیکستان شوند. این معلوماتنامه باید 72 ساعت قبل از ورود به تاجیکستان گرفته شده باشد. با داشتن این معلوماتنامه اکنون در گذرگاه‌های مرزی تاجیکستان با ازبکستان تشخیص علاوگی کووید 19 طلب نمی کنند. مقامات تاجیکستان ماه اپریل سال 2020 گذرگاه‌های مرزی خود از جمله با ازبکستان را به خاطر پیشگیری از پهنشوی بیماری کووید 19 بسته بودند. بر اساس ترتیبی که تا این دم جاری بود، شهروندان تاجیکستان برای سفر به ازبکستان طریق گذرگاه‌های مرزی باید از ستاد جمهوری مقابله با کووید 19 اجازه می گرفتند. ترتیبی که به نوشته رسانه‌ها عامل به وجود آمدن فسادکاری در گذرگاه‌های مرزی با ازبکستان شده بود. از جمله سامانه خبر از ماه فوریه امسال با نشر یک تحقیقات ژورنالیستی نوشت نامعینه، یعنی رسما گشاده یا بسته بودن و نبودن سرحد برای ظهور فساد در گذرگاه‌های مرزی زمینه فراهم کرده است. وزارت بهداشت تاجیکستان میگوید از زمان سرایت کرونا ویروس در سال 2019 در کشور 17263 نفر بیمار شده 124 نفر فوتیدند، ولی نه همه به آمار رسمی باور دارند و میگویند که مرگ و میر از کووید 19 در تاجیکستان به مراتب زیادتر از آمار مقامات است. امروز 8 مارس در تاجیکستان روز مادر را تجلیل می کنند. امروز مادران و بانوان در مرکز توجه قرار دارند و در وصفشان سخن و ترانه‌های زیادی گفته می شود. یک آرزویی که معمولا در چنین جشن‌ها ما میشنویم این دراز عمری یا 100 ساله شوی است. قهرمان داستانی که حالا یک جا می‌بینیم یک زن 107 ساله تاجیک است. محمود جان رحمتزاده به عیادت صاحب جشن 107 ساله رفت. این 2 سال 3 سال انتری میکنم شمدن چوبک میکنم درو میکنم کور میکنم. ریحان نوزیمووا روز 8 مارس 107 ساله شد. در خانواده‌اش در این روز 2 جشن را تجلیل میکنند. یکی زادروزی او، دوم روزی زنان. با فرق از سالهای گذشته امسال شهردار کلاب به عیادت مامی ریحان آمده است.
با وجود پیرانسالی فراموش خاطر نشده است. 8 مارد اومده که خانواده نامر پدرکم و اینطوری کارخواست کار که میکرد، اینطوری مولا با توپش میورد با رونش 5 تا میورد 6 تا میورد میدادن چای کارخواست. در جماعت سری خساری ناحیه بلجوان به دنیا آمده است. قصه میکند که پدر و مادرش در 5 سالگی او فوتیده اند و با خواهر خردش یتیم مانده است. هر دو رتقایش به کلاب آورده بزرگ کرده است. پدرم میودم در نیست من مایده بستم، پدرم چواندوز به خود بس کشیده غلطه موزده او چم جوندور دیگه و کل چمه بکشیدیم خطی خواهرم. پیرزن 107 ساله حالا در دهه یخسوچیان کلاب زندگی میکند. 5 فرزندش را از دست داده است. 3 تای دیگرش زنده اند. شوهرش سال 1973 فوتیده است. این نبیره‌اش است که به عیادتش آمده است. نوسط اختاریشم توالی 66م. ایما بلند با بچه ها هم بعد مایم. مثل اکوی ما با کلونن توالی 59 هن 56 هن. ما کنیم واسه نمیدونم که چندمش باشم. مرا کلا نون میپختم، آش میدوختم. مامای ریحان قصه کرد تا 2 سال پیش قوه و توانش خوب بود، اما دیگر مثل پیشینش نیست. مامای ریحان بی امروز 8 مارد با 107 قدم میموند. الکی 106 رو پر میکند. اینها هم کلین‌های نسل سوم فرزندانش هستند و نگاه و بینش میکنند. زیاده از سر نبیره دارد. میگوید که تا 2 سال پیش در تربیه هر کدامش سهم داشت و اکنون آنها در نگاه و بینی او سهم میگذارند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلاب. آرزو میکنیم که شما هم به سین مامای ریحان برسید. و حالا درباره یک زن دیگر صحبت میکنیم که 90 سال عمر دید اما از خود آثار باقی گذاشته است که شاید 100 ساله ها حفظ شود و در خاطره تاریخ بماند. سخن درباره زلفیه بحریدینова می رود که با نوگ سوزن روی ابریشم صدها نگار آفریده است. فرزان محمدی در راستای 100 سالگی این زن هنرمند ما را به سیر سوزنی یا آفریده های او می برد. مخلصه سعیدова یکی از آخرین شاگردان هنرمند مردمی تاجیکستان برنده جایزه رودکی نقاش و سوزنینداز مشهور زلفیه بحریدینova است که می‌خواهد هنر و سبک استادش را دوام دهد. و بیشتر از 15 سال نزد استادش هنر آموخته اکنون دانش و مهارت خود را به شاگردان مکتب کودکانه رسامی خوجند می‌آموزاند. و دریغ می‌خورد که صف مخلصان این هنری باستانی سال تا سال کمتر می‌شود. سالهای ما اینجا و عمرگی مازی 7 سال 8 سال شدگی باشد. اونجا سالی بسیار بود. حاسی با منی همه دخترکو درسای الهویگی میرن، انگلیسی، ترکی، همسالکو میرن. سالی با کم شدگی اینجا میگم 1 سال با من 10 نفر یا 15 نفر قبول کنن. 2 تاشون یا 3 تاشون ابیزاتینا قبله همه دوام دادوستن. زلفیه بحریدینova 91 سال عمر دیده در سال 2013 درگذشت. به گفته محققان آثارش و بیش از 80 سال عمرش را صرف این کسب کرد. این زن از خردی قریب از 5 سالگی به سوزنی دوزی مشغول شدگی بوده. خودشون میگفتن که همین همسایمون میدوخت، دیوالمو پست بود، من نگاه میکردم، همین خیلی میخواستم که همون زن خسته رود و من با جای همون رفته همون دوزم. زلفیه بحریدینova با نوگ سوزن روی ابریشم نزدیک به 400 نگاره آفرید و بیشتر عکس‌های جاینماز، رسم‌های آدمان، بیرق و نشان‌ها و شخصیت‌های تاریخی و سیاسی را سوزنی کرده است. یکی از آنها عکس هنرمند اتحاد شوروی جورابک مرادوف است که 30 سال پیش ساخته شده است. در آثارخانه تاریخی و باستانشناسی ولایت سوخت حالا 3 اثر این بانوی هنر نگاه داشته می شود که یکی از آنها عکس اساسگزار دولت شوروی ولادیمیر لنین است. بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی را به پایان میبریم. سپاس از همراهیتان و خبر و گزارش های دیگر در سامانه رادیوی آزادی زیر نشانی azadi.org دسترسی و مطالعه کنید. خدا نگهدار.